با این عملکردها چند نفری هم که در این جمانده ای را هم به دیگه جاها روان نکنه. وجود دولت و وجود نهادهای امنیتی به خاطر شکنجه مردم بیگناه نیست. دزدار هم همگی میفهمند، انسانهای فاجر و بدبخت هم همگی میدانند. همین دین روز بود مسابقه رقص برگزار شده بود و یک پلید خبیث دیگر را براش قهرمان معرفی میکنه، یک دلاک خبیث برای آن قهرمان در جامعه معرفی میکنه و یک عالم و داعی را به طرف زندان میبره. کجای او جامعه به خیر است و کجای او دولت به خیر است؟ حداقل انسانی است که امت یک کار را بکنه. چی کسی نمیتونه تفکیک بکنه بین یک رقاصه و بین یک عالم دین؟ و اگر نهادهای امنیتی امی تفکیک را ندارن، چی معنا داره اصلا وجود از اینها؟ که یک رقاصه را باید برش قهرمان بده، همه امکانات برش مساعد بکنه، مسابقه رقص برگزار بکنه، زنای مردم را در استودیو بر رقص بکنه، این باشه به مصلحت جامعه. یک عالم و یک دعوتگر باشه خلاف مصلحت جامعه. اگر نهادهای امنیتی توانایی تفکیکی قگب را ندارن، غلط میکنن که خود به عنوان مسئول جامعه معرفی میکنن، غلط میکنن که خود مسئول حفظ تامین امنیت جامعه معرفی میکنن. آیا امنیت جامعه با زندانی کردن علما و قهرمانسازی رقاصه ها تامین میشه؟ و اگر کسی این فهم را داره غلط میکنه با این میفهمش. ما با نهادهای امنیتی بسیار واضح و صریح گپ بزنیم. اگر در نزد شما دعوت به دین الله، داشتن عقیده به قرآن و سنت، دعوت کردن مردم به طرف خیر و خوبی جرم است، بگین ما بفهمیم که مجرم و واضح و صریح صحبت شده که اگر تو مسئول امنیتی، اگر تو رئیس جمهوری، اگر رئیس اجرایی، اگر رئیس امنیتی، برای ما واضح گپ بزن. اگر داشتن عقیده جرم باشه، ما واضح اعلام میکنیم اینمی عقیده ماست، واضح اعلام میکنیم اینمی را دعوت میکنیم، واضح اعلام میکنیم که تربیت ما اینمی نه تربیت. و اگر جرأت دارن و ایمان دارن به اینکه مخالفت دین الله میکنن، مردانه احساسن بگن ما مخالف دینیم، که من میفهمم پدرشان هم این همت نداره. اگر داره پس اعلام بکنن که ما مخالف دعوت به طرف دین الله هستیم، که باید فهمیده شه و هر انسانی بفهمه مسئولیت و مکلفیت خود را. از یک طرف داد از دین میزنن، از دیگه طرف به تعبیر استاد ماده 3 قانون اساسی خود را چیز نوشته میکنن. بعد رقاصه آزاد است و عالم زندانی. این در کجای قانون گنجانیده میشه؟ در کجای قانون وجود داره؟ در کجای نظام وجود داره که داد بزنی به اینکه من اسلام هستم، لاف اسلام را بزنی و بعد یک رقاصه را همه امکانات مادی و معنوی را برش آماده بکنی، همه نیروهای امنیتی تا بسیج بکنی تا از او دفاع بکنی، تا باز یک عالم و یک دعوتگر را بدون موجب زندانی بکنی، حداقل بر مبنای معیارهای ظالمانه نظامهای خودتان آماده نمیشن برای اونها حقوق بکنی. حقوق بشری که میگن امیس، دموکراسی که میگن امیس، آزادی بیانی که میگن امیس، و اگر ای باشه ما ازش بیزاره. این سرزمین سرزمین اسلام است، این سرزمین سرزمین جهاد و مبارزه هست در مقابل همه کسانی که برخلاف دین الله بوده باشند و همه ما آماده هر نوع فداکاری به خاطر دین الله تا ریختاندن آخرین رمق خون خود هستیم. و این تصور باطل را دور بکنن. این سرزمین بیش از 2 میلیون خون انسان را شهید داده تا در اینجا اسلام حکومت بکنه. و اگر تصور باطل اینهایی بوده باشه که با شکنجه علما، با از بین بردن و شهید کردن علما و با تحت فشار دادن علما میتونن صدای حق را خاموش بکنن، تکرار میکنن، غلط میکنن. قاعده الهی، سنت الهی است. اگر ما ضعیف شویم تصور نکنین با ضعف ما دین الله ضعیف میشه. قسم به الله متعال است، الله متعال مردان را در میان این امت مبعوث بکنه و الله اونها را خلق بکنه که بسیار جرأتمندانه از دین الله دفاع بکنه و این را بدانند که این سرزمین فقط از آن اسلام است و این نظام های پوچ بشری و این چوچه های صلیبی ها روزی از این سرزمین میرن به هر ترتیبی که بوده باشه و این فشارهای ظالمانه را از سر علما بردارن و امنیت نسبی موجود جامعه را بیشتر از این مختل نکنن. و اگر اطر نشد ما برش اعلان میکنیم از اینجا. پس این گپ را باید درک بکنن. من توقع دارم از کسانی که داد اداره جامعه را میزنن، لافی را میزنن که ما امنیت جامعه را حفظ میکنیم، عمیق گپ درک بکنن، از دیگه گپا خوب خبرانی را هم بدانن که این جریان یک نفره و 2 نفره و 1000 نفره نیست، میلیون ها نفر تن در افغانستان پیرو دار و این غلط را نکنن که خود مردم را دشمن خود بسازن و مردم را که زندگی آرام خود داره
و در اصلاح جامعه کار میکنه، برای تربیت جامعه کار میکنه، اینها را بر علیه خود بسیج نکنن. امیدوار هستم این بینش و این هوشیاری و این ذکاوت در بین کسانی که داد اداری جامعه را میزنه ایجاد شود و هرگز دوباره اشتباهات خود تکرار نکنن.